دستگاهی که میخوام به نمایش بذارم و معرفی کنم پین پوینتر UIG دتکتور هست، همون شرکت GR دتکتور آلمان به اسم UIG پین پوینتر. همونطور که مشاهده میفرمایید این باکس دستگاه است که من ابتدا باز کنم. یک عدد کیف داره، اینم دستگاه اصلی که اینم حالت جاسویچیه که میتونیم به کمربند ببندیم و باش سرچ کنیم. یک عدد دفترچه راهنما داره که حالا طریقه کارکردش رو توضیح داده که به چه صورته و یک عدد باتری 9 ولت داره که در اینجا قرار میگیره. همونطور که مشاهده میفرمایید من در اینجا این باتری چون آکه این باتری کار کرده دارم داخلش بندازم ببینیم به چه صورته. همونطور که مشاهده میکنید باتری های 9 ولت قطب منفی و مثبت داره که در اینجا هک شده که طرف منفی و مثبتش رو باید به درستی داخلش قرار بدیم و به این صورت پیچ میشه. در این قسمت دکمه آن و آف رو مشاهده میکنید که با نگه داشتن چند ثانیه دستگاه روشن میشه. در اینجا صدای دستگاه رو میتونیم کم و زیاد کنیم در گزینه دوم. گزینه سومش هم چراغ جلوی دستگاه رو میتونیم روشن کنیم. چراغ چهارم هم برای کالیبره شدن دستگاه است و این دایره پنجمی هم بلندگوی دستگاه است که صدا ازش ساطع میشه. خب ما میخوایم یه تستی ازش بگیریم ببینیم به چه صورت عمل میکنه. خب ببینید همونطور که مشاهده میکنید انگشتر نقره رو داره به این صدا میده و حالا من یه میلگرد رو باهاش تست میگیرم. کاملا صداش متفاوته. من اینجا یه مسوارم دارم ببینید کاملا میتونه با صدا تفکیک کنه، یعنی فریس و نان فریس رو مشخص کنه، فلزات با ارزش رو از فلزات بی ارزش. UIG پین پوینتر محصول شرکت GR آلمان. عمق نفوذ این دستگاه هم 30 الی 40 سانتی متر بسته به حالا ابعاد و حجم اون فلز میتونه فلزات رو تشخیص بده و حالا افرادی که داخل چاله ها یا اینکه با نقطه زن ها کار میکنن وسیله بسیار عالیه که میتونن ازش استفاده کنن. مشخصات بیشتر این وسیله هم داخل وبسایت bastonyab.com قرار داره که میتونید اونجا ازش استفاده کنید. انشالله که موفق باشید.